خب تشکر زیاد استاد. سوال دیگر، بسیاری ها کلمه از یاد میکنند، چقدر که گفته 10,000 20,000، یکی اکثری کلمه ها رو فراموش میکنند. ما چیکار کنیم که کلمه از یاد کردگی از خاطر نرود و در صحبت هر روزه از آنها آزادانه استفاده برده توانیم؟ خب البته که در این صورت نمی‌خواید که ما کلمه رو اگر بسیار از یاد کنیم و استفاده کنیم، گفتم ما فایده ندارد. برای همین ما باید یعنی طرز کلمه سازی رو از یاد کنیم، یعنی ساختار کلمه رو آموزیم. این برای ما صدها مرتبه آسان‌تر میافتد. برای چی؟ برای که مثلا ما داریم کلمه over یعنی از حد زیاد گفتن، یعنی که به معنای به انجام رسیدن هم میشود، لیکن از یعنی معنای از حد زیاد هم میگیریم. یا کنید اگر همین کلمه over را ما با participle to یعنی صفت فعلی زمانی گذشته قطعی موندیم، اگر یک جای مونیم همون معناش که همون یگان چیزی که از حد زیاد، مثلا over paid یا اینکه overslept یعنی از حد زیاد خواب کردن، از حد زیاد یعنی پول گرفتن، مزد چیزی گرفتن. خب همین شکل ها قطعی از یاد کنیم برای ما آسان‌تر است. خب همین اصول کلمه سازی این افیکساسیون میگن، افیکسیشن در زبان آموزی گفته می شود. این یعنی یکی از راه‌های پر کردن لغت زبان انگلیسی یعنی همین افیکساسیون است، یعنی علاوه کردن سوفیکس یا پرفیکس که ما از یک ریشه باز کلمه‌های نو می‌سازیم. مثلا اگر کلمه start بگیم آغاز کردن، restart از سری نو آغاز کردن، یا که play replay همین re یا که re میگیم پیشوند re یعنی کلمه را یعنی از سری نو یگان کار کردن، تکرار گفتن از سری نو عملا تکرار کردن. یعنی که این خیلی بسیار مثال این پرفیکس ها هستن، با سوفیکس ها هم هستن که معنای کلمه را تغییر میدن. یعنی اگر ما همین طرز کلمه سازی رو از یاد کنیم، این برای ما بهتر خوبتر است نسبت به اونی که ما هر یک کلمه رو علاوه معناش قطعی از یاد کنیم. خب تشکر زیاد استاد. مثال نفرایی هست که لغت بسیاری بد میدونن، وقتی که شما با اون کس میخواهید گپ زنید تماما گفتی گپا استاپ میکنن، گپ زدن نمیتونن، ذخیره لغویشون به حد بوی است. برای همین چنین نفرها شما چی توصیه میدید؟ چیکار کنن که لغت آزادکاری خود رو استفاده برن، در جمله مانده درست استفاده برده گپ زنن؟ خب یعنی برای استفاده همون کلمه هایی که ما الکی از یاد میدیم در گفتگو، یعنی اکتیو نه فعال باشن استفاده برای ممنوع. ما اصلا از تجربه خودم میگم، من چیکار میکردم در دوران مکتب خانه و دانشجویی. من مثلا هر یک کاری که خودم میکنم در تگ دیلم میگن که گفتن که من چیکار کرده استادم به زبان انگلیسی. مثلا میگفتم که امروز من هر یک آدم یعنی اون پس از نه خودش به خودش گپ میزند که من میگفتم که مثلا امروز من باید به درس روم، بعد از اونجا بر کجا میروم، چیکار میکنم، این کارو میکنم، همینا رو همش در تگ دیلم به زبان انگلیسی. هرچند که بعضی کلمه به من مشکل میومد، بعضی جا با خطاگی گراماتیکی هم بود، لیکن تکرار میکردم که وقتی که من از پیش با اون کس گپ میزنم، یعنی زبان خارجی رو از پیش با اون کس گپ میزنم، در این صورت یعنی اون مشکلی نافتاد برای من و این خیلی یک راه خوب بود برای من از تجربه خودم. برای همین با دیگران اینا من توصیه میتونم که همون خودتون با خودتون بسیار میگم که با آینه گپ زنید یا که اون کامرا مونده گپ زنید، لیکن بهترش هم در تگ دیلتون گپ رو تکرار کردن گیمده و زبان انگلیسی. و این یک راه خوبی است که همون language barrier میگن، یعنی یک چیزی که مانعی ما از برای گپ زدن، مانعی زبانی رو میشکنن. مثلا چخیلی که میگن که میرون گراماتیک را خوب میدونن تو همون سطح اینترمدییت رفتگی، لیکن کلمه هم بسیار میدونن، لیکن میبینن که دوسری کس علاقه فعالانه گپ زده است، این علاقه گم شده میشینه، گپ زدن نمیتونن. همین سبب در همون است که language barrier دارد، یعنی مانعی زبانی دارد. برای مانع را نصب کردن ما باید البته که پرکتیکاً تجربه کنیم و اینچنین همون اصول‌های گوناگونی کلمه از یاد کنی و برای سطح گفتگوی خودمون پیش بردن همینا رو باید ما استفاده بریم. خب تماشاچیان عزیز، ویدیو ما اینجا با پایان میرسد. اگر یگان سوال و یگان پیشنهاد باشد میتوانید در کامنتاری نویسید و ما تصمیم گرفتیم که با استاد در آینده یک جای همکاری کرده برای شما مصلحت‌های مفید رو پیشکش کنیم. استاد اگر شما یگان گفتنی داشته باشید مرحمت. با بینندگان گرامی گفتنی هستم که برای دستگیری کردن شبکه‌های ما در اومده ابونه شوید، لایک مودید، اینچنین کامنتاری نویسید، برای که این چیزا برای ما خیلی مهم هستند که تا اینکه ویدیوهای آینده را ما برای شما پیشکش کنیم. باقی سلامت باشید.